واقعا یک از خوشبخت‌ترین نسل‌هایی هستین که در همین برهه زمانی زندگی میکنین. یعنی یک امکانات نه، یکی نه، ده ها امکاناتی که واقعا زندگی شما را منقلب بسازه و متحول بسازه در اطرافتان وجود داره. ای که استفاده نمیکنین، ای که نمیفهمین، ای که آموزش بلد نیستین، این مشکل و تقصیر در شماست، نه در شرایطتان، نه در زمانه. شما در عصر زندگی میکنین که یک مقوله اکادمیک و علمی وجود داره که democratization of information is equal to democratization of opportunity. یعنی دموکراتیزه شدن یا همگانی شدن اطلاعات مساوی است به همگانی شدن یا دموکراتیزه شدن فرصت ها. اما فرصت را یک آمریکایی، یک فرانسوی، یک آلمانی در اختیار خودش داره و اطلاعات انقلابش وقت شکل گرفته و اینا را ثروتمند ساخته، عین دقیقاً پشیزی هم تفاوت نداره، عین امکانات در برابر شما هم است. به مو خاطر است که من نسل خوشبخت میگم. اما شما از این فرصت ها که استفاده نمیکنین، بدین معناست که شما مسیرتان بلد نیستین. حالا با بسیاریا صحبت میکنم، والا من نمیفهمم، من میخوایم ثروتمند شم، اما نمیفهمم چطور ثروتمند شم. خب توی مسائل نمیفهمید.